مسعود رئیسی فعال حقوق بشر همراه ما هستند. آقای رئیسی، چطور دیدید تظاهرات ضد حکومتی امروز در زاهدان و البته شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان رو؟ امروز همچون جمعه‌های گذشته مردم در شهرهای مختلف بلوچستان از جمله زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، راسک، پیشین، منطقه جکیگور، چابهار و یه سری مناطق دیگه که دیشب هم ما در سرباز مثلا شاهد اعتراضات بودیم. امروز مردم به خیابونا اومدن. در ایرانشهر نیروهای سرکوبگر به سمت مردم تیراندازی کردن. تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم گزارش‌هایی به ما رسیده که یک نفر به دلیل همین تیراندازی‌ها کشته شده. منتها هنوز نمیشه تاییدش کرد، سندی به دستمون نرسیده. اگر اتفاق افتاده باشه مطمئنا سندش خواهد رسید و منتشر خواهیم کرد و در اختیار شما خواهیم گذاشت. در کل فضای امنیتی الان در شهرهای مختلف بلوچستان حاکمه و در طی روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی از استانهای همجوار صدها نیرو و خودروی نظامی به استان بلوچستان آورده و فضا به شدت امنیتیه. آقای رئیسی، اگر بخوایم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید نگاه بکنیم، در واقع میشه گفتش که به نوعی یک ایستادگی بی‌نظیری رو می‌بینیم که الان در حال حاضر نه فقط مطالبات مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان، بلکه به نوعی مطالبات کل مردم ایران رو مطرح میکنه در برابر تمام در واقع فشارهایی که حکومت وارد میکنه. ایستاده مقاومت میکنه و انتقادهاش رو خیلی سرسختانه بیان میکنه. درسته. مولوی عبدالحمید امروز به اعتراضات آبان 98 هم اشاره کرد. بعد در رابطه با اینکه مردم خواستار عدالت هستند، خواستار آزادی هستند و جمهوری اسلامی از 43 ساله که با مردم، با مخصوصا اهل سنت، با تبعیض و به هر حال بی‌عدالتی رفتار کرده. راجع به این موضوعات صحبت کردن و به نظر من نسبت به اینکه کشتاری که ما در زاهدان و خاش شاهدش بودیم باعث شده که نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر منتقد باشه. انتقاداتش رو نسبت به جمهوری اسلامی قبلا هم داشته، بارها صحبت کرده راجع به تبعیضاتی که در بلوچستان هست، در بعضی مناطق دیگه صحبت کرده. منتها این دفعه اون جنایتی که جمهوری اسلامی در زاهدان و خاش مخصوصا انجام داد و صدها نفر رو کشت و زخمی کرد باعث شده که مولوی عبدالحمید به طور کامل به نظرم از جمهوری اسلامی و اینکه امکان اصلاح شدنش وجود داشته باشه ناامید شده و اینجا الان هم با توجه به اینکه بارها اعلام کرده که ما هم از اصلاح طلبها انتخاب کردیم به عنوان رئیس جمهور، هم از اصولگرایان، ولی هیچ کدومشون به شعاراشون عمل نکردند. به نظرم این ناامیدی ایشون رو نشون میده از جمهوری اسلامی و اینکه الان صدای اعتراضات، صدای انقلابی که ما طی این 2 ماه در ایران شاهدش بودیم رو شنیده و خواستار به هر حال سرنگونی ممکنه به صورت مستقیم نتونه بگه، اما خواستار اون چیزی است که مردم به دنبالش هستن. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما مسعود رئیسی فعال حقوق بشر.